سلام دوستان، داریم بریم چیز خفن به یاد بدم که تو ایران تو هیچ کانتنت اصلا ندیدم که اینو بخوام بسازن داخل ایران و چیز خفن واقعا بهتون بگم. و میخوام امروز یاد بدم بهتون چطوری همه اسکین ها، همه که نه بیشتر اسکین های کانتر رو بیارید. فرق نمیکنه گام باشه، دستکش باشه، نمیدونم نایف باشه، هر چیزی که اسکین داشته باشه. و حتی موسیقی های بازی هم شما میتونی انتخاب بکنید و بر خودت پلی بکنید داخل لابی یا داخل گیم. و بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. قبل از هر چیزی لایک سابسکرایب یاد نره تا بیشتر از این ویدیوهای جذاب برات بذارم. پس امیدزا اینجاست. خب دوستان عزیز، اول آنتی ویروس خودتون رو آف کنید، بریم روی کامپیوتر تا به شما نشون بدم. بچه‌ها نگاه ما میایم داخل گوگل، داخل گوگل و می‌نویسیم چی؟ می‌نویسیم EX loaded. می‌نویسین، میتونید از اینجا دانلود کنید. خب برنامه‌اش دانلود کنید، به روز باشه و میتونید تا از سایت ایرانی هم مثلا بنویسید کنار دانلود و اینجا به داخل سایت ایرانی دانلود کنید. حالا فرقی نمی‌کنه، داخل خود سایت بیاین بزنید، اینجا دانلود بزنید و فیلتر شکن هم نمیخواد. اینجا دیگه میتونید دانلود بکنید. حالا من چون دانلود کردم دیگه نیاز نداره. خب میخواین این چیزو آنتی ویروس هم میخواین خاموش کنید، روی این گوشه بزنید. اینجا این عکس کامپیوتر رو ویندوز 11 من میاد روی اینجا، روی این قسمت، بعد میاد داخل اینجا منیج بعد اینو همه رو میاد اینجا آف، کلا اینو آف، کل این تیکار برمی‌داریم و تمام. حالا بعد اینکه اومد یه اینستال کوچیکه دیگه، اونو خودتون بلدید. گیم ها رو هم بیارم اینجا براتون میاد. فیلتر شکن نمیخواد، فقط یکم بعد صبر کنید. روبلاکس چیت داره، فاسموفوبیا و بتلفیلد همه قسمت‌هاش، بعد وارزون هم، کال آف دیوتی میگه همه قسمت‌هاش تو میتونید چیت استفاده بکنید. کانتر 1 و 6 داره، خصوصی اسکوی معمولی، این نمیدونم چیه دقیقاً، استنداف. حالا اینا ولش کن، دوتا هم میتونید چیت بزنید. اگه چیت باشه خیلی حال میده. حالا ولش کن. خب حالا مبحث اصلی ما امروز CS2. باز میکنی اینجا CS2. آقا اینا همه اینا میاد. خب اینو که برای بعدا بهتون یاد میدم. اگه خواستید چیتو بهتون یاد بدم بگین و بهتون یاد میدم. درصد اگه کامنت ها زیاد باشه. حالا من میام اینو میزنم. مثلا من دوربین خود رو آن کنم. دوربینم باحال. اوکی دوستان عزیز، حالا میایین روی میزنین روی این گزینه و مواظب باشید که یهو وسوسه نشید چیت رو چیز نکنید. البته این نزنین، بعد برید روی شارک رو شارک میزنی لانچ میشه. بعد استیمت هم باز باشه یا باز بکنید. حالا بریم داخل بازی بهتون بقیه رو بگم. خب دوستان عزیز، من الان اومدم و سر ادیت دیدم که اون ضبط نشد اون قسمت و بریم یک کم از گان ها رو ببینیم و بعدش بریم سراغ آموزش. گرونی. حالا ببین کار نداریم، میایم روی این میزنیم. چجوری اینا رو بذاریم؟ اینجا یه قسمت ایونتوری داره. خب ایونتوری رو میای مثلا اینجا، مثلا این گان، مثلا من اینو میذارم. وایس چیز خوشگل‌تر. اینو مثلا این خیلی خوشگله، اصلا عالیه. بعد مثلا اینجا میتونم اینو بذارم، مثلا این که میتونم بیام ای دبل بذار پیدا کنم. ای دبل، حالا یه دونه ای دبل بذار پیدا کنیم. ای دبل این ای دبل مثلا این ای دبل خیلی گرونه. حالا اینجا بیایم پایینتر داخل قسمت ایونتوری، این پایینتر که بیاین بهتون نشون میده بقیه چیزا، مثلا آهنگ، موزیک های، کل موزیک های بازی اینجا هستش.
میتونید هر کدوم انتخاب کنید و داخل اینجا پس زمینمون پخش میشه و اینجا میتونید بیاید و داخل اینونتوری داخل لودت اینجا برای خودتون این آهنگا رو انتخاب کنید. وقتی میذارین میاد و میتونید سیوش بکنید دیگه. اینجوری بالا میاد این گانا، این هم ببینیم با هم دیگه. این ببین چقدر خوشگله، اصلا واقعی میشه، واقعی شد اصلا. اینا رو هم ببینید، اینا مثل واقعی شه. حالا این هم میاد که خیلی خفنه، برای خودتون میاد، برای کسی دیگه دراپ نمیتونید بکنید. اینم بگم گزینه دیگه. شما داخل اینونتوری میایم بک میزنیم، هر نایفی که بخواید دارید، هر نایفی که بازی داره تا حالا داشته شما اینجا میتونید بگیرید. بفهم درجا برات میاد، خیلی هم چیز خفنی هست. حالا بزن یه مچی بریم، یه چیزی بریم. من اینجا مچ رو انتخاب بکنم، پرایوت مچ که نه، ورکشاپ مپ برم احتمال زیاد. آره ورکشاپ مپ یه دونه مثلا همین فیدبک به نظر بهتر فیدبک. بریم اینو بریم نشون بدم بهتون گانا رو. اینونتوری نداریم، بذار ببینم. نه اینونتوریش نیست. ای دبل اینونتوری رو ببین چقدر خوشگله. حالا این چیزش فعال نیست ولی چیز والش فعاله. بذار ببندم والش رو. وال اینو میبندیم بفهمم چی معلوم نیست دیگه. حالا بسیار بسیار واقعا دارم میگم این آیتم خیلی گرونه و نگاه کن قشنگ برات میاد. یعنی یه دونه چیز دیگه داخل همین برنامه است، اون رو وقتی شما بزنی میتونی اسکین بذاری ولی برات نمیاد. یعنی همون چاقوی معمولی خود بازی رو داری و فقط این ظاهرش اینطوریه. یعنی این چیزو نمیزنه، این دنس خود اسکین رو نمیزنه، اینجوری میچرخونه نداره، این اینجوری نداره. مثلا بیا من براتون اینو بیارم اینجا. ترور ببین اینو میذاریم. من این چیزو دارم، این نایف. خب این اینجوری میکنه، میبینین یه حالت چرخونی داره این باترفلای. ولی وقتی داخل اون چیته گذاشته بودم، داخل اون چیزه نذاشت. یعنی مگه پلنت میشه اینجا؟ نذاشته بود. اینجا میتونیم پلنت کنیم. اوکی نذاشته بود. پلنت کنم چی میشه؟ بعد اینو نذاشته بود. یعنی مثلا اینطوری بود که این کارو انجام نمیداد، اینجوری نمیکرد و انگار چاقوی معمولی خود بازی اینطوری نگاه میکنه. حالت چیز براتون اینجا میذارم، اونو میآورد و آره دیگه. اینم از این بود بچه‌ها، دیگه چیز ندارم بگم. چند تا خود گان ها هم بازیاشو گذاشتم، بریم ببینیم دیگه. مثلا AK هم بذار ببینیم. ما همین AKشه که دو تیم هم عوض کنه. مردم. اشکال نداره این باز میاد. بذار من یه AK رو بیارم. AK این AK ما ای بابا AK ببین به زیبایی و تمیزی خوشگل برای شما میاد و حتی داخل لابی برای رفیقاتون میاد. من بهتون بگم یعنی مثلا شما بیاید اینجا بیاین اینجا این 99,000 رو مثلا این برای رفیقات میاد، این همه برای رفیقات دیو میاد و نهایتا سیوش اینطوریه که شما میاد داخل ستینگ همه چیزایی که اول تغییرات رو اعمال میکنی، هر اینونتوری خواستی میذاری، هر چیزی خواستی میذاری و بعد حالا اگه خواستین که چیزو بتونی یاد بدم حالا گفتم بهت و اینونتوری رو اینو همه اعمال میکنه. اینجا قسمت موزیک و این چیزاشه، اینجا قسمت چیزه، قسمت چیتشه، این بات و این چیزاه، این قسمت والشه. حالا من میگم اینا رو فعلا شما نزنین چون ممکنه که ندونید چجوری بازی بکنید و بند بشید و اینم قسمت اینونتوری دیگه. از این اینونتوری استفاده کنید بازی خودتون رو بهتر بکنید و اگه خواستید بدون یاد بدم چجوری خوب بازی بکنید و نیاز به چیت نداشته باشید، آره دیگه، و نیاز به چیت نداشته باشید بگید تا من براتون این کار انجام بدم و یک ویدیو جدید بسازم 100%. و حالا دیگه چیز دیگه هم نمونده. بریم برای سیو. همه تغییرات که اعمال کردید میاد روی این گزینه میزنید، اینجا نیم یه چیزی برای خودتون می‌نویسید و بعدش سیو رو میزنید، اینجا سیو میشه براتون. بعد بیاید روی این میزنید، بعد همین تغییرات میاد. مثلا اینو بزنم واسه یه سیو چرت و پرت لود می‌کنیم اینجا برای خودمون. این مثلا می‌بینید هیچ اینونتوری ندارم، جز خاص نیست اینونتوریام و می‌بینید هیچ اینونتوری نیست. وقتی که حالا بیام این سیو
که همین تازه زده بودیم اون لود کنم. یه عالم ایونتوری هم میاد و الان بذار یه نمونه بالاترم بده. اینو لود میکنم میگم اینجا هیچی نیست. داخل این قسمت ایونتوری من میبینید زیاد هیچی نداشت، اصلا هیچی نداشتم اینجا و گانهای خاصی نداشت روی ایونتوری. اگه ببین فقط یکی دو تا داره. ولی من وقتی بیام این چیزو آن کنم، لود کنم اون فایلو، اینا همه برای من میاد. حالا ریسیتی اینجا فعاله، اینا برای من همشون میاد. میبینید اینطوری که میبینید روی ایونتوری برای من اومده. همینطوری میبینید. به همین زیبایی. خب دوستان عزیز، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید و امیدوارم که خوش اومده باشه و عشق کرده باشید با این ویدیو و حتما لایک سابسکرایب یادت نره و اینکه اگه واقعا حال کردی با این چیزی که من بهت گفتم و هیچکی نگفته تو ایران، واقعا برام سوال بود که چرا کسی نگفت. اگه خوشحال شدی و حال کردی، اینا بند نمیشه. اگه چیت نزنین بند نمیکنه و کسی نمیفهمه چون ولی به نظر من اون رنکی رو نزنید. فقط چیت نزنید که بند میشید. من اکانتم بند شد سر چیت. البته اون چیتی که من میزدم چیز دیگه خفن بود. اینم که اگه خواستید چیتشو بهتون یاد میدم، خواستین بهتون یاد میدم نحوه درستشو، البته که بند نشید یا چیت مثلا یه چیزو فعال نکنید که یهو بخوای بازی کلا بندتون کنه و اصلا خیلی ضایع بازی نکنید. نحوه بازی کردنشو بهتون یاد میدم که هم خودتون حال کنید، هم به هر کاری هم اون اگه حریف بفهمه کژوال که اصلا نباید بازی کنید چون میفهمن در کیکتون میکنه. ولی اگه مثلا کامپتیتیو بازی کنین و اگه حریفتون بفهمه هم نمیتونه کار بکنه چون شما چیز خاصی نزدید که بازی بخواد بفهم. حالا بعدم بهتون میگم که چیت چطوریه. اگه دوست داشتید که چیتو بهتون یاد بدم دوستان عزیز، حتما داخل کامنت ها بنویسید. برای کامنت ها به 500 تا برسه و این ویدیو و لایک ها این ویدیو با لایک هاش برسه به 500 600 تا، کامنتش هم برسه به 500 تا. واقعا کمه، زیاد نمیخوام. این ویدیو 10k ویو بخوره حل. من میذارم پارت بعدی رو و امیدوارم که بازم خوش اومده باشه و لذت ببرید و الکی هزینه بازی نکنید و بتونید همین چیزا رو داشته باشید. و خیلی واقعا کل اسکینه های همه گانا رو داره. شما میتونید یعنی یه نیم ساعت وقت بذاری همه گانا رو اد کنید، بعد تو این ویدیو میاد سیو میکنید، لود میزنید، هر موقع خواستی عشق میکنید. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید، تماشا کردید و امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک سابسکرایب یاد نره. اینستا من این بالا میاد و تا ویدیو بعدی امیدوارم اینجاست. مواظب خودت باش.